تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90 ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طور میدانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشه‌نشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخی دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیوی آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت میداد و با من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه‌نگار معروف تاجیک محیدین اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاع اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هوادار زیاد دارد و گفت که برای دوستدارانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محیدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روان اولمپور شاد و یادش گرامی بود. خب این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حالنامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به امریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاه اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه‌هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی‌بینیم آوازخوانی را که خواننده‌های معروفی را که در ترانه‌هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیویی آزادی. چهره ها، برنامه
سفیر زبان فارسی و پدید آورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را بار نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش در زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران های سرمایه‌داران گردید که دست اندر کاری به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسانترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می‌دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می‌خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می‌شد، کمتر بیننده می‌توانست حدس بزند که ملکه ترانه‌های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند. عرض کنم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. 2 تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن. روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. این یکی برگشت به اون یکی گفت حسن آقا، عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را صدچند زیاد کردند. فقط یک نشانه عکس‌های گوگوش به قیمت‌ترین نرخ خرید و فروش می‌شدند. دختران زیبا را به گوگوش شبیه می‌کردند. آوازخوان‌ها به وی تقلید می‌ورزیدند. شاعران در وصف او شعر آوازه شد که او در باکوست. برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند، تنها برای با یک گوشه چشم دیدن گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجاب کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار به ژورنالیست تاجیک محی‌الدین عالمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب عالمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حدس زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام محی‌الدین عالمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بے پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزو.
آره، اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست، که آیا او دیگر نمی خواند، که آیا در واقع قصه های او بود در گذشته که واکنش‌های زیادی به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می‌زدند و سپاسگزاری می‌کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می‌زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعداً یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه‌های زیادی رو سرود و یکی از سرودهایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین آرزو پادکست گنجی شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار. در راه هستید، مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.